سلام به همه بیننده‌های عزیز کانال فوتبال فکتوری. امیدوارم حالتون خیلی خوب و خوشحال باشه مثل آقای اونای امری. شاید یه سری بپرسن آقای اونای امری کی هست، که قطعا مخاطبای ما این سوالو نمیپرسن و میدونن که اونای امری الان سرمربی استون ویلا و رکورددار قهرمانی در لیگ اروپا. ولی شاید بپرسید چرا اونای امری، و این که سوال خوبیه که اصلا ویدیویی که ما قرار بگیریم اینه که به همچین سوالایی جواب بدیم. حالا علی جون نظر چرا خوشحال و خندان مثل اونای امری؟ برده دیگه چی؟ آره، و نکتهش هم اینه که یونایتد این هفته 2-1 در زمین خودشون تو ویلا پارک بردن و اونای امری به یه رکورد خیلی خوبی رسید که بعد 111 سال 10 تا پیروزی متوالی تو تمام رقابت‌ها داشتن و 7 تا پیروزی متوالی در لیگ داشتن پس از 35 سال. و همچنین تیم‌های قوی و مثل یونایتد، سیتی، تاتنهام و آرسنال رو امسال تونستن تو لیگ شکست بدن تا اینجای فصل. و الان که بودم میشه گفتش که آره، یعنی رتبه سومو دارن توی پریمیر لیگ و اختلاف 3 امتیازی با صدر جدول که آرسناله و بالاشون هم سیتی رو دارن که رتبه دومه. و قطعا خیلی هم خوشحال بودم که دیدید خوشحالی گل خیلی جالبی هم کرد برای گل دومی که زد، کاپشنو در آورد و پرت کرد و کوت بود، کاپشن بود. آره، اوورکوت بود، مثلا اوورکوت بلندا بود، اینو در آورد و پرت کرد و خیلی خوشحال بود و باعث شد جذابیت تو پریمیر لیگ همچنان واقع بمونه. 3 تا مدعی اصلی داره لیگ و حالا ممکنه بقیه هم اضافه بشه. دکتر یه نکته هم که هستش، خود پریمیر لیگ الان 3 تا مربی اولش یعنی صدرنشینش هر 3 تا اسپانیایی هستن. خیلی نکته واقعا حائز اهمیت و واقعا نکته جالبیه. میکل آرتتا، گواردیولا و اونای امری هر سه خوب اسپانیایی هستن، سرمربیای حدودا صاحب سبکی هستن. آرتتا رو خیلی نمیدونم، اونم صاحب سبک میشه گفت بهش هست، ولی گواردیولا و امری که بالاخره سبک و این خیلی به جذابیت پریمیر لیگ اضافه میکنه. خب بخوام بگیم ویدیو هفته پیش یه دونه کامنت داشتیم که درباره کلیات بارسلونا صحبت کردیم که عزیزان لطف کردن کامنت گذاشتن. به این نکته اشاره کرده بودن درباره جارد مارتین توضیح داده بودن که حالا فکر کنم ما شاید خوب توضیح ندادیم ویدیو قبل، اینکه مثلا مدافع چپ مدافع وسط چپ پا باشه، مدافع وسط راست باشه چقدر کمک میکنه به ضد پرس و جلو بردن توپ و اینا. درباره این یه نکته گفته بودن که حالا شما خوب توضیح نداده باشیم. برسیم به بخش بارسلونا تو این ویدیو حتما از علی جون می‌خوایم که یه بار دیگه این نکته رو یادآوری کنن و بهتر توضیح بدن که رفع ابهام بشه. در کل خیلی ممنون که کامنت میذارید. اگه سوالی، توضیح، نظر چیزی دارید حتما تو کامنت ها بذارید، ما حتما میخونیم و اگه نیاز به توضیح باشه مثلا این کامنتی که یکی از دوستان گذاشته بود حتما تو ویدیوهای بعدی توضیح میدیم. خب این هفته فوتبالای مهمی داشتیم. هفته آخر 2025 بود. خب دیگه بازی‌ها غیر از پریمیر لیگ متوقف میشن. لیگا حالا سوپرکاپ اینا داریم مثلا همین فینال سوپرجام ایتالیا که امشبه، ولی خب لیگا غیر از پریمیر لیگ متوقف میشه و بازی مهمی داشتیم. ولی شروعش میخوایم با رئال شروع کنیم که این هفته یه بازی مهمی داشته. شنبه با سویا بود که از این لحاظ مهم بود که هم تیم‌های وسط جدول بود، سویا یعنی خیلی تیم ضعیفی نبود، هم از این بود تنها تیمی بود که تو لیگ بارسلونا رو برده و امتیاز ازش گرفته و از این ور بارسلونا مثلا امیدوار بودن که بتونه از رئال هم امتیاز بگیره، کمکشون کنه و از اونورم خود ژاوی و رئالیا خیلی نگران بودن که این برده حیاتی و ژاوی بمونه و اینا. و همونطوری که میدونید اون مشکلات رختکنی هم یه ذره حدوداً بهتر شده و حدوداً بازیکن‌ها پشت ژاوی آلونسو هستن و از این لحاظ خیلی نکته مهمی بودش که بازی توی خود برنابئو بودش. بازی یه ذره گره خورده بود واسه رئال ولی تونست از این در بیاد. اینا رو با اخراجی که سویا داد و دقیقه کم 68 اینا بود که مارکو اخراج شد، کار خود دیگه راحت‌تر شد واسه رئال، ولی بازی آسونی واسه رئال نشد و تونستن تا پایان سال 2025 این 4 امتیاز اختلاف با بارسلونا رو حفظ کنن با آوردن این بازی. حالا من از علی جون می‌خوام بپرسم، حالا با توجه به اینکه سویا 10 نفره شد و حدودا میشه گفت نصف نیمه رو حداقل 10 نفره بود و رئال تو زمین خودش هم بازی می‌کرد، چرا به نظر ذره بازی سخت میومد واسه رئال؟ یا مثلا ما گفتیم آقا اخراجی داد تمام دیگه، رئال چیره میشه به بازی، حالا گل بیشتری هم شاید بزنه راحت باشه، ولی حتی بعد اخراج هم خیلی اون رئال سر حال و چیره به بازی رو ندیدیم. حالا می‌خواستم نظرتو بدی و بریم وارد بازیش.
این کلا که بازی خب طبیعتا بازی سخته، یعنی خب همیشه شما با سویا، حالا ویارال، اتلتیکو مادرید، اتلتیکو بیلبائو اینا بازی بکنی، کلا بازی ساده‌ای خیلی قرار نیست داشته باشی. حالا این تو زمین خودت بوده، حتی توی مثلا تقریبا وقتی دارم نگاه میکنم تقریبا تمام تیم ها این حالت رو دارن. یعنی خیلی کم پیش بیاد که مثلا روند بازی به یه شکلی پیش بره که مثلا بازی ها پرگل بشه، خیلی مثلا گل داشته باشه. من انتظار بازی نزدیکی رو می‌داشتم از سویا و خب آخه این رو هم در نظر بگیر که تو خود این بازی هم سویا اوایل بازی چند تا موقعیت خیلی خوب داشت که این شماره 7شون اسمشو اگر درست بگم چی بوده؟ شماره 7 سویا، شماره 7 سویا رومرو. آره یکم اگر این بازیکن کیفیت ضربه بهتری بود، تو همون فکر میکنم 15 دقیقه اول میتونست حداقل یه دونه بزنه. جلوتر هم این فرصت رو داشتن، کلا فرصت گلزنی رو داشتن، ولی خب خیلی کمتر ازش استفاده کردن. حالا میریم تو بازی در موردش صحبت میکنیم. البته که خب خدایی بخوایم در نظر بگیریم این تیم فول بک چپ و راست نداره الان، یعنی البته که فکر میکنم دیگه آره البته که فکر میکنم مثلا فران گارسیا گزینه بدی از نظر چیز نیست، از نظر ژاوی نیستش، چون خیلی دونده است و وقتی تو مثلا وینیسیوس رو یه ذره فاصله میدی از لب خط و میاریش توی داخل که توی داخل برتری عددی ایجاد بکنی، خب باید یه سری بازیکن‌ها باشن که ران بکنن پشت دفاعت و فران گارسیا اون بازیکن‌ها بودش که خیلی داشت توی این بازی ران میکرد. چند تا موقعیت خوبم واسش ایجاد شد، یعنی پاسه ارسال شد، به توپم رسید و فکر می‌کنم تقریبا همون مثلا 10-12 دقیقه اول بودش یا شاید هم کمتر که یه دونه فرار پشت دفاع میکنه خیلی خوب و اون پاس هم بهش داده میشه، ضربه‌ای که میزنه رو میگیره دروازه‌بان. ولی تو کل بازی این اتفاق داشتش میافتاد، با فران داشت این اتفاق میافتادش و خب به نسبت مثلا کارراس توی فاز هجومی کمک کننده تره، ولی خب کارراس فکر میکنم طبیعتا اگر برگرده احتمال خیلی زیاد مهره اصلی این تیم است. حالا قبل که تو شروع کنیم میخوام من مسابقه مطبوعاتی قبل بازی رو بگم. ژابی آلونسو چی گفته که بعد قبل بازی برای بگو. آره قبل بازی بعد گفته اعتماد دو طرفه بین من و مدیران باشگاه وجود داره، مشکلی نداریم، ولی میدونم که انتظارات تو تیم رئال مادرید بالاه. بعد یه خبرنگار ازش پرسید که به خودتون از 10 چه نمره میدید، که گفته نمره دادن اصلا برای انتهای فصله و قطعا این کار من نیست، یعنی من که نباید بخوام نمره بدم. بعد گفته از حضور تو نشست خبری متنفر نیستم، اینم جزئی از کارمونه و مشکلی باش ندارم. بعد ازش پرسیدن که در حال روند طولانی گل نزدن وینیسیوس نظرتون چیه؟ گفته در حال کار روی اون هستیم و مطمئنم به زودی این مشکل حل خواهد شد. بله اینم مسابقه قبل بازیش بود که خب در واقع وینیسیوس خب نکتهش این بود که وینیسیوس خب چند تا بازی هست که گل نزده، این بازی هم که گل نزد و پاس گل هم نداد دیگه و این روند شاید نگران کننده باشه، ولی حالا تو ادامه قطعا به اون وینیسیوس هم خواهیم رسید. یه نکته در مورد وینیسیوس من مثلا عجیب بود که کاپیتانه، یعنی کاپیتان دوم رئاله بعد والورده. این کاپیتان دوم که نیست، کاپیتان اول که کارواخاله کاپیتان دوم والورده است، سوم یعنی بعد کاپیتان سوم هست وینیسیوس اگه اشتباه نکنم و چهارم کورتوا قبلش نبود. قبلا منم همین موقعی که داشتم بازیو میدیدم اتفاقا به این شک کردم که کورتوا از زودتر از وینیسیوس اومده باشه، ولی فکر کنم بخاطر اینکه بازیکن آکادمی وینیسیوس شاید به خاطر اون دارم. ولی خب چیزی که من از اسپانیا میدونم که بازوبند بر حسب خیلی سابقه نیست، یعنی مهمه، ولی ما شاید مثلا رای گیری اینا میکردن و مثلا آراخو تو بارسلونا خیلی زودتر از خیلی کاپیتان سوم تیم بود. یه ذره به اون نظر مردم و هواداران بستگی داره، ولی چیزی که من فهمیدم اینه که یک کار بخواد دو والورده، سه وینیسیوس، 4 کورتوا.
عجب، جالب بود. یعنی اصلا این انتظار اینو نداشتم که وینیسیوس این تیم کاپیتان باشه، مخصوصا با این حواشیایی که الان فکر میکنم هواداران نسبت بهش دارن و اینا. من گفتم شاید مثلا این بازی خیلی حواشی داشت، یعنی از دقیقه 0 یعنی اون شروع نشده بازی مثل که هو میکردن خود تیمو و وینیسیوس هیچ ازش لبخونی کردن که گفتش که مثلا حرفش خیلی بد، مثلا لعنتی ها به چی هو میکنید، مثلا هنوز بازی اصلا شروع نشده که مثلا شما هو میکنید و اینا مثلا لبخونی کرده بودن ازش. و موقعی هم که تعویض شدهش هم اون هو بازیکن‌ها هو طرفدار هنوز ادامه داشتش و همین بود که بعد بازی اینستاگرامش رو رفت عکسش رو عوض کرد و عکسی که با لباس برزیل داشت و گذاشت و همینجوری اعتراضم به اینا نشون دادش که آره حواشی بیشتر و بیشتر، چون واقعا وینیسیوس خیلی حواشی داره، هم لحاظ اینکه تمدید میکنه نمیکنه، میگه حقوق بیشتر میخوام، حقوق در حد امباپه میخوام، بعد اونا میگن نه نمیدیم، بعد میگه آقا مثلا با ژاوی خوب نیستم، بعد یه بازی خوبه یه بازی خوب نیست. بازی جام حذفی یاد باشه موقعی که تعویض یعنی میگم بازی نکرده بود وینیسیوس، موقعی که یه گل میخورن دقایق آخر از اون تیمه که خیلی دست سوم اسمش رو خیلی بلد نیستم، گوادالاخارا آره فکر کنم اون تیمی بود که رو بارسا بازی کرد و وینیسیوس رو نیمکت میخنده وقتی گل میخوره تیم و این هم دوباره خیلی اصلا به خاطر همین بوده هویی که این بازی هو کردن بیشتر به خاطر همین خنده بوده. مثلا میگن آقا وقتی تیممون جلوی تیم دست پایینی داره به زور میبره یا گل میخوره مثلا چرا با وینیسیوس بخنده رو نمیکرد همزمان با گل خوردن. کلا واقعا حواشی خودش داشت این فصل، یه ذره غیر از اون نجات پرستی اینا رو خودش هم بیشتر تولید میکنه حواشی و قطعا همین رو کیفیت و گل زدنش اینا تاثیر داره. من مثلا فکر کردم شاید مثلا برای اینکه نمیدونم والا یه سری داستانا دارن هی دارن بهش یه سری آپشن ها میدن، شاید مثلا کاپیتانیو بهش داده بودن که نمیدونم یه سری داستانا داشتش مثلا میخوان دلشو انگار به دست بیارن و نمیدونم قربون صدقش برن و اینا. فکر کردم اینجوری. تیم رئال هم که باش بازی داشت تالاورا دلا رنا بوده. امیدوارم که درست خونده، فکر نمی‌کنم خیلی درست خونده باشه. امیدوارم هوادارهای این تیم از ما ناراحت نشن که اگه ببینن که خیلی ناراحت میشن. آره گوادالاخارا واسه چیز بودش، واسه بازی بارسا بودش. بریم تو خود بازی. ببین از شروع بازی اولا که خب ترکیبی که رئال داشت بازی میکرد متفاوت تر از ترکیبایی بودش که ژاوی داشت ازش استفاده میکرد تو چند تا بازی گذشته. البته که خب میگم یه واسطه هم هستش که خب آپشن دیگه ای هم شاید نداشتش که بخواد کار دیگه ای هم انجام بده. یه 4-3-3 داشت بازی میکرد ولی خب چند تا نکته داشتش. مثلا توی بیلداپش خب ببین این حالا به نظرم یه ذره جلوتر در مورد خود هویسن صحبت بکنیم، فرد هویسن، که تو هم نظرتو بگی هم من بگم و مدل بازی که هویسن میکنه صحبت بکنیم. ولی اتفاقی که داشت توی این بازی میافتاد این بودش که فول بک ها رو کامل میفرستاد بالا، یعنی آسنسیو و فران خیلی بالا داشتن بازی میکردن. خط دفاعش رو داشت 2 نفره میکرد، یعنی هویسن و رودیگر با هم وایساده بودن تو خط عقب، خط دفاعی 2 نفره ساخته بودن. ولی توی بعضی از مواقع شوامنی و آردا یه خط عقب می اومدن دراپ میکردن بین 2 دفاع وسط و بیلداپ رئال بیشتر مواقع میدیدی که داره وقتی که تو پرس قرار میگرفتن داشت 3 نفره شکل میگرفتش، بیشتر با شوامنی. ولی خب یه وقتایی هم که مثلا شوامنی یه ذره بالاتر بود، مثلا توی یه جریانی از بازی شوامنی جلوتر قرار میگرفتش، آردا بود که عقب می اومد. این از مدل بیلداپ رئال. وقتی که اولش صحبت کردم در مورد فران گارسیا که این بالا بازی کردنش و سرعت بالایی که داره با شتاب زیادی که میدوه این کیفیت واسه تیم ایجاد میکنه که بهش پاس بدن پشت دفاع و داشت این اتفاق میافتاد. یعنی تو مرکز زمین شلوغی ایجاد میشد، اورلود ایجاد میشدش و در نهایت پاس پشت دفاع واسه فران ارسال میشد. ولی خب به واسطه این که سمت راست نه ترنت داری نه کارواخال داری و
حالا نکته بعدی هم که وجود داره اینه که خیلی رودریگو متمایل میشه به مرکز، یعنی کاملا میاد تو کانال داخلی توی هاف اسپیس راست اصلا خالیه، سمت راست تقریبا خالیه و ترکیب رودریگو و آسنسیو خیلی سمت راست رئال رو خالی میکنه. یعنی تو میبینی که بیشتر حملات یا از مرکز یا از سمت چپه. حالا شاید اگر والورده برگرده و اونجا قرار بگیره شاید رودریگو هم اونجا بیشتر ببینیمش، ولی خب چیزی که الان داشتیم بیشتر میدیدیم این که رودریگو تو کانال داخلیه، توی مرکز زمینه. وینیسیوس هم همینطور، یعنی وینیسیوس هم تو دیگه نه خیلی نمیبینیش لب خط و این فضاها واسه ران کردن فولبکاش رو اونجا قرار داده. نکته بعدی که در مورد این بازی بودش پرس، یعنی کلا من وسط صحبت بگم یعنی مثل رئال سال پیش نبود که مثلا رودریگو و وینیسیوس خیلی لب خط باشن و پاگچی بشن و اینا. کلا این فصل تا اونجایی که خب منم بازی رو دیدم وینیسیوس واقعا اون پست وینگر چپی که چسبیده به خط و دوندس رو به تو میزنن نداره و واقعا نظر تو همون داخلتر و اونجاها بازی میکنه. آره دقیقاً. و شاید اصلا یکم مشکلات هم این باشه. نمیشه گفت مشکلات، تغییره، در واقع تغییره. حالا خیلی زوده که در مورد این تغییر بخوای تصمیم بگیری که تغییر مثبتی یا تغییر منفی. حالا میگم چه آپشنایی رو جلوتر به تیم اضافه میکنه. ولی آره اینو در مورد وینیسیوس قبول دارم، ولی سمت رودریگو خب چون رودریگو راست پا هم هست اونقدری نمیتونه بازی رو به داخل، یعنی اون مدل وینگری که تو دوست داری که لب خط وایسه توپو بگیره و بیاد رو به داخل، هرچی کنارتر وایسه قابلیت فولبک میشه. یعنی هرچی لب خط باشه بالات نفوذش بالاتر میره، یعنی ران کردنش پشت دفاع بهتر میشه. ولی اگه تو بخوای یه ذره بازی رو به سمت داخل هول بدی مجبوری که مثلا بیاریش داخلتر. یعنی مثلا خود رودریگو ذاتاً بازیکن خیلی لب خطی هم نیست کلا، ولی تو رئال فکر میکنم از زمان آنجلوتی هم که بازی میکردش کلا رو به داخلتر بود، مثل وینیت نمیدیدیش لب خط. به تناظرش اون سمت تو بارسا که تو رافینیا رو لب خط نمیبینی وقتی چپ داره بازی میکنه، کاملا تو هاف اسپیس و حتی شاید کانال داخلی. یعنی مثلا اون زاویه پاس یامال از راست به چپ که با بیرون پا میندازه اون نقطه کور دفاع قرار میگیره رو تیر 2 که میادشون تو پر قطع میکنه و میگم رافینیا اونجا همین داستانو داره که خیلی لب خط نیستش. ولی آره اگه رافینیا سمت راست بازی کنه یه ذره لب خط میادش به واسطه اون چپ پا بودنش. میخوام بگم که آره این دو تا نکته که داری میگی در ترکیب همه، یعنی هم وینی یه ذره تغییر کرده مدل بازیش، یعنی وظایفی که بهش داده شده تو فضای داخلی تر زمینه، هم رودریگو این چیز رو از قبل داشت و الان اضافه تر شده بهش. چی گفتی دیگه؟ همینو گفتی دیگه، جوابتو دادم دیگه. داره وینیسیوس گفتم. آره. حالا گفتم که ما هم کلا این فصل وینیسیوس رو کمتر لب خط حالا در مورد مدل این تغییر است. آره حالا در مورد مدل پرسی هم که اتفاق میفته تو رئال هم میگم که حالا چه اتفاقی افتادش که مینی یه ذره اومدش داخل‌تر. نکته بعدی که در مورد سویا میخواستم بگم اینه که خیلی پرس خوبی انجام میدادن، حداقل توی اوایل بازی داشتن این کارو خوب انجام میدادن و توی فکر کنم دقیقه مثلا حدودا فکر کنم اینجا نوشتم 6-7 اینا بودش که یه توپ میادش واسه همین آقای رومرو شماره 7 سویا که یه چیپ میندازه میره بیرون، که اگه یه ذره اون ضربه رو بهتر میزد همون لحظه میتونست گل بشه. اون توپ از روی بازپسگیری، یعنی پرس سویاست که خیلی داره بالا بازی میکنه و وقتی که توپ رو میگیره سویا نسبت به همون مدل بیلداپ 3 نفره که بهت گفتم که رودیگر و هویسن یه ذره بازتر میشدن، شومنی بینشون جایگیری میکردش. توی این حالت وقتی توپو لو دادن توی اون لحظه اگه یه ذره دقت بکنی به شومنی میبینی نگاهش به زمین و مدل دفاع کردنش اصلا بی‌توجه به رومرو، یعنی رومرو از فضای پشتش داره فرار میکنه و اصلا نگاه نمیکنه همچین بازیکنی رو، که یعنی به نظرم باید یعنی شومنی باید پوششش میداد ولی این کارو نکردش، یعنی اصلا کاملا بی‌توجه بود
اون توپگیری که بازیکن سویا انجام میده و پاسی که رو به جلو میندازه به راحتی میرسه، ولی خب یه ذره اگر کیفیت ضربه بالاتر بود میتونست به نتیجه برسه. چند تا موقعیت دیگه مثل این داشتن که مثلا توی اون شرایط یه ذره ضربه خوب نمیزدن، مثلا ضربه رو خوب نمیزدن، یا اینکه مثلا تبدیل به ضربه نمیشد، یه اتفاقی میافتادش که گل نمیزدن دیگه. ولی حالا میگم یه ترکیبی از همشون بودش. کورتوا هم که قطعا نقش موثری اون که خب آره، ولی خب مثلا روی چند تا موقعیت اول خیلی سیف فکر نمی‌کنم کردش، بیشتر نیمه دوم چند تا سیو داشتش. ولی سیواش اون شکلی نبود، سیوای خوبی داشت، بالاخره کلین شیت کرد، بازی کلین شیت شد، ولی مثل اون بازیایی که مثلا بگی آقا بازی رو در آورد، یعنی هر چی که این بازی مثلا سویا زد کورتوا گرفت خیلی نبود. یعنی عوامل چون شوتاشون خیلی جوندار نبود، یعنی شوتای خیلی زهرداری نبود که این کورتوا واکنش خیلی مثلا واوی نشون داد. میسی در کارش انجام داد، کارش انجام آره، کار عجیب غریبی نبود، غیر قابلی نبود، کار خودش رو انجام داد به بهترین شکل. درست، دقیقاً. بریم یه ذره جلوتر در مورد پرس رئال صحبت بکنیم. یه نکته که جالب بود توی این بازی به چشم اومدش این که خب تو معمولا 4-3-3 بازی نمی‌کردی، یعنی اگرم بازی می‌کردی مدل 4-4-2 مثلا بازی می‌کردی و اون جلو 2 تا مهاجم داشتی. ولی این بازی مدلی که داشت پرس می‌کرد به نظرم هم هوشمندانه هم جالب بودش، چون فرم بلاک رئال حدوداً تبدیل میشد به 4-4-2، ولی وقتی میخواست پرس بکنه میرفتش جلو، خب رودریگو و امباپه بالا بودن، وینی میومد عقب‌تر، یه ذره میومد عقب‌تر و امباپه بیلینگهام بود که یه ذره جلوتر میرفتش جای وینی قرار میگرفتش و وینی پشت این 4 تا بازیکن، نه ببخشید 4 تا نه 3 تا، آردا هم میومدش بالاتر، یه وقتایی اون جلو 4 تا بودن، یه وقتایی 3 تا بودن، یعنی رودریگو، امباپه و بیلینگهام، یه وقتایی مثلا آردا هم میرفتش بالاتر اضافه بشه و وینیسیوس کاری که داشت انجام میداد داشت سعی میکرد بیشتر فضاها رو پوشش بده، یا مثلا با بازیکنی که میتونه گزینه پاس باشه حرکت کنه، یعنی اصطلاحاً داشت مارک میکرد، اگریسیو رو پا نمیرفتش و این هم باعث میشد که بیشتر متمایل به داخل بازی بکنه که مثلا بیشتر پست 6 و حالا بازیکن‌های دیگر رو مارک بکنه، هم توی یعنی بدون توپش اینجاها بیشتر میدیدیش، هم زمانی که با توپه توی اون فضاها بیشتر میدیدیش. و اینکه یه چیزی هم کلا توی این ترکیب 3 نفره رئال وجود داره، چون تقریبا همشون وینگر چپن، یعنی امباپه رو ما به عنوان وینگر چپ میشناسیم، وینی رو به عنوان وینگر چپ میشناسیم، رودریگو رو هم فکر میکنم اگر جایی بازی میکرد در یک دنیای موازی که مثلا میتونستش وینگر چپ بازی بکنه، اونم احتمالاً وینگر چپ میدیدیش. خیلی چیزن، یعنی تغییر میکنن، یعنی یه وقتی تو مثلا امباپه رو از وینی چپتر میبینی، حتی یه وقتی رودریگو رو از هر سه تاشون چپتر میبینی با اینکه طرف وینگر راسته. یه ذره آزادی عمل دارن، یعنی قشنگ آزادی عمل دارن، میتونن متفاوت جاهای مختلف حرکت بکنن و همین در مورد پرسشون همین بودش. بعد نکتهش اینه که آره یعنی من به قول تو 3 تا وینگر راستپاهن که لفت وینگرن دیگه، تو یعنی هر کدوم بذاری ول کنی هر جا انتخاب کنن، احتمالاً وینگر چپ رو انتخاب کنن برای بازی کردن. من حتی اسم میکنم امباپه هم شاید مثلا بگن امباپه نوکو انتخاب کنه اینا، ولی موقعی که تو پاریس سن ژرمن بود، موقعی که یه ذره مایل به چپ بازی میکرد، به نظر من کلا کارایی بهتری داشت، شاید خودش هم خوشحال‌تر بود، که خودش خوشحال‌تر بود که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی به نظر من کارایی بهتری داشتش. و حالا امباپه گفتی، نقطه عطف این بازی خوب امباپه بود که 59مین گلشو توی سال میلادی 2025 زد و با رکورد CR7 توی رئال مادرید برابری کرد. خیلی تلاش کرد که گل 60مشو بزنه که رکوردو بشکونه، ولی خب موفق نشد. یه پنالتی دومی گرفتن که رفت VAR و اونم رد شد و به برابری با رکورد CR7 رسید و خیلی خوشحال بود. خوشای گل خود کریس هم رفت، سیو رفت و
یه پستم گذاشته بود که خود CR7 هم که کامنت براش گذاشته بود. خب سال خیلی خوبی داشته امباپه واقعا. هر موقع هم که اگر رئال یه ذره خوب نبوده به نظر من تو بازی، امباپه خوبی خودشو داشته و گلا رو میزده. ولی حالا تو این پرس که گفتم ازت بپرسم که بالاخره همه یه ذره اعتراض دارن که چرا امباپه نمیدوه یا مثلا کم میدوه یا مثمر ثمر نمیدوه. خواستم بپرسم حالا با توجه به پرسی که توضیح دادی آیا واقعا اینطوریه یا مثلا دیده نمیشه دویدنش یا واقعا نمیدوه یا واقعا ازش نمیخوام بدوه؟ چجوریه؟ نظرتون میخواستم بپرسم در این باره. ببین فصل پیش که خب آره فصل پیش هر دوتاشون تقریبا همین جوری بودن، یعنی هم امباپه هم وینیسیوس. امباپه که نمیدوید راه میرفت، وینیسیوس هم یه نرم دوی داشت و یا اگرم حتی مثلا با شتاب میدوید درست نمیدوید. یعنی من در مورد رشفوردم باهات صحبت میکردم، گفتم یه وقتا عجیب حرکت میکنه. یعنی تو باید وقتی میخوای یکی رو پرس کنی خفش بکنی اول باید گزینه هاش رو ببندی و بعد بری رو پاش. وقتی طرف گزینه پاس داشته باشه تو هر چقدر سریع بدوی خب تق پاس میده، اصلا تو فرصت نمی کنی که بری پرسش بکنی. اول از همه باید یا خودت یا بازیکنهای دیگه گزینه پاس‌هایی به یه سمتی رو پوشش بدن و مثلا به یه سمتی طرف رو هول بدن. حالا میگم اگه بخوایم بازش بکنیم در مورد کلا مدل پرس کردن، بذار اصلا بازش بکنیم، بذار در موردش اصلا صحبت بکنیم. بستگی به استایل پرسی که تو داری باید یکی از اینا رو انتخاب بکنی. همینجوری نمیتونی بگی آقا یا علی من میرم رو پای مثلا فلان بازیکن. به طور مثال تیمایی که مثلا یه ذره تیمای کوچیک‌ترین جلوی تیم‌های غالب که بازی میکنن معمولا با فرمیشن مثلا 4-4-2 بازی میکنن. اوکی. و 4-4-2 خب تو 4 تا دفاع داری، 4 تا هافبک داری و 2 تا مهاجم داری. حالا نوع پرس کردن با اون 2 تا مهاجم جلو چه شکلیه؟ مثلا میای تیم حریف رو بررسی میکنی، میگی که آقا این تیم حریف دفاع راستش ضعف دفاعی داره، یا مثلا هافک شیشش ضعف دفاعی داره. بعد چون خب اون تیم هم تیم غالبه دیگه، یعنی توپ میخواد داشته باشه. یعنی تو مثلا نمیدونم بارسا جلوی هر تیمی بازی بکنه دوست داره توپ داشته باشه، پس تیمی که دوست داره توپ داشته باشه و بیلداپش از جلوی دروازه انجام میشه رو تو میتونی پرس بکنی. ولی یه وقت هست یه تیمی اصلا تیم مغلوبه، یعنی اصلا تیمیه که از زاویه پایین به بالا نگاه میکنه و اصلا پلنش هم این نیستش که بخواد بیلداپش از جلوی دروازه انجام بده. خب تو اصلا معنی نداره پرس کردن، توپو بلند میزنه وسط زمین، تو اصلا نمیتونی پرسش بکنی. خب من در مورد حالتی دارم میگم که تو تیم حریفت تیم بزرگتریه، میخواد با توپ بازی بکنه، بیلداپش از جلوی دروازه است و تو مثلا با فرمیشن 4-4-2 یا مثلا 5-4 یا 4-4-2 بیشتر میخوای پرسش بکنی. به هم یادآوری کن سر نیم ساعت که حواسمون باشه. با 4-4-2 میخوای پرسش بکنی. مدلی که تیم حریف مثلا بازی میکنه اینه که فول بکاش رو میفرسته بالاتر، تیمی که صاحب توپه، و تو 2 تا مهاجمت رو میذاری برای پرس کردن 2 تا مدافع به همراه دروازه‌بان حریف. حالا بعد می بررسی میکنی، مثلا می تیمی که میخوای جلوش پرس بکنی رو بررسی میکنی، میگه آقا این تیمه مثلا فول بک راستش ضعف با توپ داره، یعنی تو میتونی ازش توپ بگیری اونجا. حالا میای چی کار میکنی؟ میای سمت مخالف این آدم رو که سمت چپ تیم حریف میشه رو پر میکنی، اوورلود درست میکنی، سمتی که این بازیکن ضعیفه که با توپ ضعیف کار میکنه رو خالی میذاری. در واقع انگار تومه گذاشتی، یعنی گفتی که آقا من اینجا رو خالی کردم و بچه‌ها حواستون باشه میتونید به این بازیکنه پاس بدین و این کار رو انجام میدن. خب داشتم میگفتم وقتی که اون سمت رو خالی میکنن اجازه میدن که توپ به اون سمت بره و بلافاصله حمله میکنن روی اون بازیکن و
سعی میکنن که توپشو همونجا بگیرن. حالا از دو سمت مثلا حمله میکنن، یعنی به طور مثال مهاجم سمت چپ میخواد بره رو پای فولبک راست دیگه، مهاجم سمت چپ از سمت دروازه‌بان میره سمت مثلا دفاع وسط سمت راست و این مسیر رو ادامه میده تا از جلو به فولبک برسه. حالا یه بازیکنی هم از عقب میادش اون کار رو انجام میده که مثلا 2 نفری بریزن سر اون فولبک. حالا چرا به این مدل پرس کردن میگن پرس یه طرفه؟ حالا چرا این کار رو بیشتر انجام میدن؟ چون که وقتی تو میری لب خط گزینه‌هات محدودتر میشه. تو لب خط 180 درجه زاویه‌ای که پشت تر رو نداری، نمیتونی حرکت بکنی. مخصوصا وقتی که مثلا توپ رو از سمت مثلا یه فولبک راست وقتی توپ رو از سمت چپش دریافت میکنه، تنها کاری که میتونه بکنه یا اینکه با توپ به سمت داخل حرکت بکنه یا مثلا یه پاس رو به جلو بندازه واسه یه وینگر سمت راستش. خب این مدل بازی کردن خیلی اصطلاحاً قابل پیش بینیت میکنه. یعنی یه نفر میاد رو پات، بقیه سعی میکنن بازیکنایی که باید مارک بکنن و مارک میکنن و گزینه پاسات رو مثلا محدود میکنن. حالا تو این شرایط یک کسی مثلا در موردش ویدیو قبل صحبت کردیم، بالده کیفیت اینو داره که 1 به 1 وقتی جلوش قرار میگیرن بدون ترس و با اعتماد به نفس بالا 1 به 1 توی اون جای زمین ورداره. خب پس تو بهتره که پرسه یه طرفه تو سمت بالده نذاری، اگه میذاری سمت کونده بذاری، چون هم اون سمت ضعف با توپ داره، همین که توی شرایط تحت فشارتری قرار میگیره. حالا تو در مورد مدل پرس کردن داشتیم میگفتیم. حالا ممکنه یه تیمی نخواد مثلا توپ بگیره، میخواد بالاتر دفاع بکنه، اصطلاحاً یه ذره های بلاک بکنه یا مثلا مید بلاک بکنه. توپا نمیره ولی آرایش رو حفظ میکنه، یعنی همین پرس یه طرفه رو اعمال میکنه ولی اونجایی که باید مثلا بره رو پا اون بازیکن رو خفه بکنه نمیکنه، فقط اجازه پیشروی نمیده، مجبور میکنه که اون بازیکن مثلا رو به عقب بازی بکنه یا مثلا نهایتا رو به داخل بازی بکنه، یعنی نمیذاره رو به جلو بیادش. و همه اینها در مورد استایل پرس و مدل پرس کردن یه چیزی توش وجود داره که تو باید رعایت بکنی. رعایت کردنش هم اینه که تو باید یعنی یه ترکیبی از هوش، سرعت بالا، شتاب بالا و فیزیک مناسبه. اگر فیزیکت خوب باشه، شتابت هم خوب باشه ولی درست ندویی، به موقع ندویی، اون همین که میگم زاویه پاس مد نظر رو نبندی و حرکت بکنی، انگار هیچ کاری نکردی، فقط انگار زحمت داری. کاری که فصل پیش امباپه و وینیسیوس میکردن امباپه هم نمیکرد این کارو. مثل این میمونه که مثلا یه توپ خیلی با سرعت بالا به تو بدن و تو میدونی که به این توپ نمیرسی ولی مثلا با 100% توان دنبال این توپ بدوی، خب نمیرسی دیگه، بالاخره نمیرسی. اینم شبیه به همینه. اگر قرار باشه که هوشمندانه پرس نکنی، دویدنت بیخوده، به درد نمیخوره، هرزه. یعنی تو میدوی تو پای مثلا کوبارسی فصل پیش، کوبارسی یه پاس ساده میده مثلا به هافک 6 میداد به کاسادو مثلا تو بازی، یا مثلا میدادش به کونده که فول بک بودش. ولی الان توی این فصل هم امباپه یه ذره درگیرتره توی فاز بدون توپ و اینکه یه ذره وینیسیوس هم داره بهتر این کار رو انجام میده. یعنی اون شتاب و ایناشو داشت فصل پیش، ولی توی همین بازی چند صحنه بودش که دویدنش زمان درستیه و مجبور میکنه سویا رو برن عقب. حالا دقیقش رو یادم نمیاد چه دقیقه‌ای بود ولی چند تا صحنه این شکلی بودش. البته که کمک بازیکن‌های دیگه هم هستن، یعنی همینه مهم تو پرس کردن اینه که تو یه تیمی و باید یه نفر اگر تو پرس کردن مشارکت نکنه، یه بازیکن کمتر پرس بکنی، پرست به راحتی میشکنه. مگر اینکه مثلا یه جوری به یه شکلی مدل پرسی که میکنی مثلا جور اون
پرس کننده ای که یه ذره ضعیف‌تره رو بکشی که مثلا و اونم به اونم یه ذره چیز یاد بدی. یعنی مثلا اتفاقی که افتاده همینه که امباپه یه ذره داره یه کارایی میکنه، نمیگم پرس کردنه، ولی مثلا حداقل یه ذره زاویه پاس میبنده، یه ذره بازیو حداقل به یه سمتی هول میده. نمیتونی صفر مطلق باشی، یه ذره تو باید یه کاری بکنی. جورت هم یه سری بازیکن‌های دیگه میتونن بکشن و مشکلی که فصل پیش بود که جفت بازیکن‌های جلوی زمین رئال، وینی و امباپه، بیکار بودن توی فاز بدون توپ و وقتی رئال تو بلاک میرفت، چه تو بلاک چه تو پرس که نمیکرد. در واقع پرس هم که میکرد دیگه کشته میشد کاملا، چون نه درست میتونی پرس بکنی نه دیگه میتونی دفاع بکنی. یعنی هم فضا دادی هم همه چی رو به حریفت دادی. واسه همین بود که جلوی بارسا فصل پیش وقتی که عقب میافتاد و سعی میکرد که یه ذره بیاد جلو پرس بکنه، خودکشی بود. همین جوری بیشتر موقعیت بود، واقعا خودکشی بودش. پس من ولی حالا این فصل مرور میکنم رو پرسا. گفتی پرس یه طرفه، یعنی رئال الان داره پرس یه طرفه رو انجام میده تو این فصل، یعنی هدفش اینه که نه من نفهم الان داره این کارو انجام میده. من گفتم مدلی که تو مثلا پرس میکنی یه وقتا تیم کوچیک‌تر تیم بزرگتر رو پرس میکنه اینجوریه. شاید یه وقتا این اتفاق بیفته ها، ولی معمولا این اتفاق واسه تیم‌هایی میفته که خیلی دلشون میخواد با توپ از جلوی دروازه بازی بکنن. اگر تو بخوای از جلوی دروازه با توپ بازی کنی مثل بارسا، تیمی که جلوت بازی میکنه و دوست داره که پرست بکنه، به این فکر خیلی میفته. اصلا خود همین سویا جلوی بارسا اون موقعی که همش مصدوم بود مدام داشت پرس طرفه میذاشت. البته که اون خط دفاعی بارسا و دروازه‌بان اصلا لازم نداشتن که خیلی پرس هوشمندانه بزنن، رو هر کی دست میذاشتن گل بود. یعنی آراوخو داری، کونده داری، مارتین دفاع چپ داری و در نهایت شزنی داری. یعنی از اون 5 تا بازیکن عقب 4 تاشون بازی با توپ ندارن. اصلا تو هر کاری می‌کردی اصلا اینا توپو لو میدادن، اصلا لازم نبود اتفاق عجیب غریبی بیفته. واسه یکی از دلایل ضعف وحشتناک بارسا توی اون بازی همین هم بود که تو از عقب نمیتونستی توپو بالا بیاری. مثلا تو این بازی خیلی مثلا نقد شد به اولمو و اینو که اینا تو زمین داره چیکار میکنه. خب آقا تو باید توپو بهش برسونی، تو باید تو فضای مناسب بهش توپ برسونی. یعنی پرس رو جذب بکنن مدافعا و یه پاس با کیفیت رو به جلو تو فضا بهش بدن، بعدش بهت میگه که چی کار میتونه انجام بده. الانم بگو. مثلا پس الان رئال داره پرس نمیکنه یا چی داره پرس میکنه؟ چون تو گفتی بهتر داره انجام میده از فصل پیش. گفتم خب داره چجوری بهتر انجام میده؟ چه روشی؟ مدل پرسش یه طرفه نیست، نه. ولی خب تو بازی‌های مختلف مدل‌ها مختلفه. میگم مثلا تو اگر جلوی تیم بازی بکنی که توپ بخواد باید پرس بکنی، ولی اگه تیمی توپ نخوادش خب پرسش نمی‌کنی. توی یه جاهایی از بازی خب سویا داشت سعی می‌کرد با توپ بازی بکنه و توی اون شرایط که داشت سعی می‌کرد با توپ بازی بکنه، تو وینی رو می‌دیدی که اومده یه خط عقب‌تر و پرس رئال اون جلوی زمین یا با 3 نفره یا با 4 نفره، ولی وینی یکیشون نیست. وینی داره کنار یه بازیکن حرکت میکنه. حالا اگه شد من تصویرشو میارم توی چیز که مثلا تو زمان پرس وینی یه ذره عقب‌تر تو کانال داخلی وایساده و داره مارک میکنه و بازیکن‌های دیگه دارن توپا میرن. نه پرس یه طرفم نمیذاشش، سعی میکرد که مثلا حمله بکنه، هر جا که میتونه توپ رو بگیره. آره ولی کلاً ژاوی میخواد که پرس بکنه تیمش و اینکه این تیم هم به نسبت فصل پیش داره بهتر این کار رو انجام میده. ولی خب یه وقتایی به مثلا واسطه حضور مثلا وینی و گولر تو مرکز زمین، اینکه تو جودو میفرستی بالا، رودریگو رو هم فرستادی بالا، یه ذره توپای مستقیم داشت راحت‌تر در میومد. یعنی مثلا فکر میکنم دقیقه 12-13 بودش که همین بازیکنی که اخراج شد ریش داشتش، مارکاو درسته، یه پاس رو به جلو میندازه که الکسیس سانچز دراپ میکنه رو به عقب، پشت به دروازه توپ رو میگیره و دیگه تو وقتی اونجا توپ رو رسوندی دیگه مراحل بعدیش خیلی راحت تر انجام میشه. توپ رو میگیره رو به داخل پاس رو میده، فکر میکنم واسه یا مندی بودش یا اون یکی بازیکنشون یا شماره 18 شون بود یا شماره 19 شون، که بعدش پاس
پشت دفاع واسه همون مهاجم شماره 7 ارسال میشه که فکر میکنم همون صحنه بودش که شوتری که میزنه کورتوا یه سیو خوب نشون میده، میپره و میگیره. این اتفاق میفته دیگه، یعنی اگر تو طبیعتا بالا بازی بکنی و مرکز زمینت بازیکنایی باشن که شاید دوندگیشون و فشار رو توپشون و سختگیری دفاعیشون کمتره، مثلا آردا، وینی، البته روی اون صحنه زاویه پاس اون توپ رو باید رودریگو پوشش میداد، یعنی رودریگو به نظرم پوزیشن درستی نداشته. حالا میگم اگه شاید من تصویرشو میارم. این پاس رو به جلو داده میشه، سانچز دراپ میکنه رو به عقب و مراحل بعدیش اتفاق میفته که خیلی خوب به صورت مستقیم بازی میکنه سویا توی اون صحنه و همین دیگه. پس ما الان حدودا خط هجومی رو مرور کردیم. حالا من یه سوالی دارم درباره خط حمله، حالا می‌خوای اینو بپرسم یا بریم سراغ خط هافک؟ بپرس. من یه سوالی برام بود که بحث همین رودریگو بود که خب ما می‌دونیم که رودریگو بازی نمیده از اول فصل، حالا یا دوست نداره یا معتقد آماده نیست، اینا رو که خب ما قطعا جاوی بهتر میدونه، ولی اونن چند تا بازیه که خیلی هم نیست، 2-3 تا بازی که داره بازی میده، حالا یا فیکس بازیش میده یا بیشتر از این زودتر تعویضش میاره تو بازی و اینا، و به نظر من جواب داد. یعنی همین بازی یه پاس گل داد، اگه اشتباه نکنم پنالتی هم رودریگو گرفت و قشنگ تاثیرگذار بود توی بازی قبلی هم همین بود. می‌خواستم بپرسم به نظر تو چجوری، یعنی اومده ژاوی به این تصمیم میرسی یا من اون روش خودم رو ول کنم 4-3-3 کنم رودریگو رو بذارم کنار وینیسیوس و امباپه، که نه میگه فعلا که هم بازیکناش همه نیومدن مصدوم داره اینطوری چیده، که نه اصلا بیاد من ببینم یه لحظه فکر کنم که آقا اون مگه نمیخواد مثلا حدوداً 5 دفاعه بره که دو تا وینگ بک داشته باشه که اینا برن جلو و وینگ بک راسته رو نمیتونه رودریگو بذاره، یعنی کنار اون دو تا بازی نکنه مثلا. درسته قطعاً از لحاظ دفاعی خیلی بازیکن خوبی نیست رودریگو، ولی مثلا یه چیز فریمپونگی ازش در حالا نه سرعت فریمپونگو داره نه شاید سطح دفاعی فریمپونگو داشته باشه، ولی نظر میتونه ببینم فکر کنه. من به نظر تو به کدومش فکر میکنه یا کدومش بیشتر به درد میخوره؟ به نظر من که خیلی ایده جالبی بود. من خودم به رودریگوی وینگ بک فکر نکرده بودم. یه چیزی مثلا آماد میشه دیگه، آماد دیالو یونایتد. من اونم خیلی دوست دارم. من اینی هم که داری میگی بهش فکر نکردم و به نظر اتفاقا توی مهاجم‌های رئال رودریگو کیفیت دفاعی داره حداقل، قطعا از دو تای دیگه کمک بیشتر میکنه. آره یعنی تو مثلا وینیو نمیتونی وینگ بک چپ بذاری احتمالاً، ولی خب رودریگو رو میتونی، و اینکه مثلا اینکه خب راسپا هم هست، یعنی روی ارسال های روی دروازه هم میتونه بهت کمک بکنه. یه نکته چقدر خوب شد که رودریگو رو کشیدی وسط. من به نظر اولا رودریگو با بازی جلوی سیتی خودشو اثبات کرد تا حدود خوبی به ژاوی. یعنی ببین تو تا وقتی که اثرگذار شاید نباشی اونقدری نشه مثلا در مورد حرف زد. یعنی تا وقتی که گل نزنی، پاس گل ندی، نمیدونم موقعیتی نسازی، یه کار دیدش شونده‌ای تو بازی انجام ندی، خیلی نمیشه در مورد نظر دادش. و به نظرم جاشو، یعنی خودشو جا داد، در واقع خودشو قرار داد تو این ترکیب. ولی استفاده‌ای که داره از رودریگو میکنه، گفتم دیگه، میارتش رو به داخل و وقتی میاریش رو به داخل، حالا نمیخوام بگم مدل فالس ناین، ولی میبینی که یه وقتایی هستش که مثلا پاسای رو به جلویی که مثلا قرار داده بشه مقصد پاس رودریگوه و رودریگو کیفیت با توپش اونجوری هست که توپو بتونه بگیره، فیزیکی نداره بخواد اولاب کنه ها، ولی اون کیفیت رو یه ذره داره که بتونه توپو خوب کنترل بکنه و خودش بچرخه. کار خیلی سختیه، خیلی کار سختیه و شاید جلوی هر مدافعی نتونی این کار انجام بدی، ولی تو این بازی جلوی مدافعای سویه من چند بار دیدم که داره این اتفاق میفته که رودریگو داره
توی بین خطوط توپ میگیره، یعنی از خط حمله فاصله گرفته داره جلوی خط دفاعی، بین خط هافک خط دفاع اونجا داره توپ میگیره و حالا یا اینکه توپو خودش میگیره میچرخه یا اینکه مثلا پاس میده و خیلی خوب رئال رو تو انتقال میبرد جلو. و من فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که داره الان رودریگو اونجا بازی میکنه همینه که داره کمک میکنه توی اون مرکز زمین که توپ جلو بره. و کاری که مثلا داره فکر کنم اوایل فصل داشت با امباپه سعی میکرد انجامش بده و خب امباپه رو من به نظر من اینکه تو یه ذره اگر دورش بکنی از باکس خب خطرش کمتر میشه دیگه. تو مثلا مسی بود که میتونستی دورش بکنی و بعدم مثلا دوباره ولی خب تازه پشت مسی هم تو دو سه تا از بهترین هافک های تاریخ رو داشتی که مثلا در نهایت میتونستن کارهای دیگه ای انجام بدن. ولی اگه یه ذره مثلا تو این باپر از باکس دور بکنی شاید خیلی عقلانی نباشه، حالا نمیگم عقلانی نباشه ولی شاید بهترین کیفیتش نزدیک به دروازه است. آره این باپر رو بیاری سودش کمتر سودش که بازدهی که واسه تیم داره کمتر میشه، اونجا هم کارشو انجام بده امباپه ولی بازدهی کمتری داره، مثلا انقدر گل نمیتونست بزنه. و آره یعنی مثلا تو میگی مثلا اونجا تو اون قسمت از زمین مثلا میتونه نمیدونم 80-90 پر بکنه، وقتی بیاریش عقب شاید مثلا 50-60 پر بکنه، ولی خب چرا؟ دقیقاً چرا؟ یعنی نکته من همینه، یعنی رودریگو یه بازیکنی که به قول تو این پستی که تو بهش میگی حالا فالس ناین بگیم بهش کارشو خوب انجام میده. این وینگ بک هم حالا ایده بدی نیست به نظر من، حتی همون وینگر راست، یعنی به نظر رودریگو بازیکنی که خیلی پتانسیل داره. یعنی من اینطوری بودم که واقعا حیف این بازیکنو بذاری نیمکت یا بازیش ندین. حالا به نظر منه، به نظرم واقعا اشتباه جابی، حالا ما کسی نیست میگیم اشتباه جابی، ولی واقعا الان که فهمیده میتونه از رودریگو بیشتر استفاده کنه به نظر من در ادامه یه ذره هماهنگی هم بیشتر شه بهتر میشه کارشون. واقعا چند تا جا میتونه این بازیکن بازی بده و به نظر من خیلی خوبه و قطعا خود جاوی هم به این رسیده. ببین ولی خب اینجوری نمیتونه در موردش بگی دیگه، چون تو در نهایت تیم قراره بسازی که هم تو فاز هجومی خوب باشن هم توی فاز دفاعی خوب باشن. مثلا تو نمیتونی 11 تا مهاجم بذاری توی تیم و قرار باشه نتیجه بگیری 11 تا از بهترین مهاجم‌های تاریخ رو. تو باید سعی کنی ارتباط بین بازیکنات رو درست کنی. اگر قراره که مهاجمای جلوت وینیسیوس و امباپه باشن خب یه ذره فاز دفاعی جلوی زمینت پایین میاد. خب اینکه رودریگو هم بخوای این کنار بذاری یه ذره خب چیز میکنه کارو دیگه. واسه همین بود که یه مدتی اونجا کاماوینگا داشت بازی میکرد، یه مدتی مثلا ماستانتونو داشت بازی میکردش قبل از اینکه مصدوم بشه، به خاطر اون دوندگی و فشار رو توپی که میتونه بذاره. همین میخوام بگم که درست میگی، خیلی بازیکن با کیفیتیه، هم کیفیت ضربه داره، هم سرعت خوبی داره، هم کیفیت با توپ داره، به نسبت هم کیفیت دفاعیش بد نیستش. ولی تو اگه قراره که وینی و امباپه رو بذاری باید به این هم فکر کنی که مثلا اون ساختار پشت توپت چجوری میتونه بهتر باشه، یا مثلا اگه قراره پرس بکنی چجوری میتونی مثلا با این سه تا بازیکن جلو پرس بکنی. همین اینکه مدل بازی چیه و اینکه این بازیکن‌ها کنار هم آیا میتونن این کارو انجام بدن یا نه. ولی خب دیگه الان خودش به نظر تا حد خیلی خوبی ثابت کرده. احتمالاً هم از اینجای فصل به بعد، حالا بعد از کریسمس اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته بیشتر بازی خواهد کرد. فکر میکنم که آره این حرف درستی که احتمالاً بیشتر از اینها هم بازی قراره که بکنه. اگه موافق باشی بیایم در مورد هافک‌ها میذاره صحبت کنیم. جود بلینگهام که این بازی یه هد خیلی خوبم زد و قطعا توی پیروزی این بازی مهم خیلی نقش خوبی داشت. حالا یه ذره اوایل فصل ازش انتقاد میشد که دوباره اون جود بلینگهام خوب همیشه نیست. حتی اول فصل که مصدوم بود، موقعی که برگشت که زودتر از موعدم برگشت از مصدومیتش، ذره انتقاد می‌کردن که اون بازیکن فصل‌های پیش نیست و اینا. البته خب همین این گفته بودن که قرار نیست مثل 2 فصل پیش شروع کنه گل زدن، این گل زیاد بزنه، چون اصلا پستش دیگه اون پست نیست که بخواد انقدر گل بزنه. ولی یه ذره انتقاد شده بود که اون کارا رو انجام نمیده. ولی این چند تا بازی که فکر کنم خوب شده، این دوباره سطح خودش رو پیدا کرده، اعتماد به نفسش رو پیدا کرده
توی بازپسگیری‌های توپ به نظرم جنگنده تر شده، بهتر کار میکنه، توی بازی سازی‌های جلو هم بهتر کار میکنه. حالا نظر درباره جود بلینگهام و کلا هافبک‌های رئال مادرید که شاید بگم مثل سالهای خوبشون مثل کاسمیرو، کروس و مودریچ نیستن، ولی حالا سعی میکنن اون کارا رو انجام بدن. ببین نظر شخصی ما اگه بخوام بگم خیلی هافک های رئال رو نمیپسندم مدل بازیشونو، ولی خب اصلا در کیفیت بلینگهام اصلا شکی نیست، چون من دوست دارم که هافک های تیم پرسکوریزی داشته باشن، با توپ خیلی کیفیت بالایی داشته باشن. مثلا مدل البته که خب من فکر می‌کنم مثلا دلیل این که گولر داره بازی میکنه گولر مثلا خیلی ترکیه آردا گولر آردا هم راحت تر اصلا داره با آردا داره بازی میکنه، همینه. یعنی یکی از جای کاماوینگا رو گرفته توی خط هافک اینه که یه ذره بازی با توپ اضافه بکنه به اون خط هافکه، ولی همچنان البته یه ذره الان متعادل تره ها، ولی خب ترکیب شوامنی و بیلینگهام و آردا اونقدر مدل مورد علاقه من توی هافک ها نیستن. مثلا من مدل مثلا پدری و اینهایی که مثلا پرسکوریزی و دارن رو خیلی بیشتر ترجیح میدم. ولی خب اصلا خود بیلینگهام که داری میگی خود این آدم تا یه جایی از کیفیت‌ها رو پر کرده که اصلا قابل انکاره. یعنی هم فیزیک فوق‌العاده‌ای داره، مثلا بیشترین چیزش توی همون فیزیکش خلاصه میشه که تو با اون فیزیک سرعت چرخشت خیلی خوبه. چجوری مثلا تو میتونی هم فیزیک خیلی خوبی داشته باشی، قد بلندی داشته باشی، ولی توی چرخش ها خوب باشی، دید خوبی داشته باشی، کیفیت پاس داشته باشی، کیفیت ضربه داشته باشی، ولی خب من ترجیح میدم بیلینگهام رو جلوتر ببینم تا اینکه مثلا مجبور بشه بیاد عقب و مثلا توی بازی سازی کمک بکنه. ولی خب تو مجبوری هم که از این ترکیب استفاده بکنی دیگه، یعنی چون مثلا خیلی گزینه دیگه‌ای هم وسط نیستش. البته که آردا هم اونجا جذاب بوده، من توی اینم اعتقاد دارم که تو مثلا آردا اون جلو رو هم میتونستی استفاده بکنی، ولی الان بازم به نسبت فصل پیش با این ترکیبی که داره بازی میکنه یه ذره هافکاش متعادل تر شدن تو سبک‌های مختلف. یعنی هم جنگندگی به نسبت خوبی دارن، سختگیری دفاعی به نسبت خوبی دارن، شتاب و سرعت خوبی توی هم پرس کردن، کانتر پرس دارن، همین که خلاقیت توشون بهتر شده و البته که خب این هم هستش که خط دفاعش هم خلاقیتش بهتر شده دیگه. حالا الان که همشون مصدومن نه، ولی حضور کاراراس، هویسن و ترنت سه تا بازیکنی هستن که خیلی به این خط دفاع کیفیت اضافه کردن و تو شاید خیلی لازم نباشه که هافکات اون قدری کیفیت با توپ تو عقب زمین داشته باشن، بخوان مثلا پرسکوریزی بلد باشن، بخوان توپ از پرس در بیارن، یه 4 تا جابجایی انجام بدن و یه ذره زیر توپ اصطلاحاً بدوان، این کار در میادش به نظرم. دقیقاً. پس اینم از خط هافبک. اگه موافقی بریم سراغ دفاع که اونم خیلی مشکل داشته رئال، غالبا به خاطر مصدومیت‌های زیادی که داشته. همین الان کارواخال، آرنولد مصدومن، کارراس که 2 تا بازی محروم بود به خاطر اخراجش و اینا، مندی همیشه مصدومه و این مشکلاتو داره. حالا قرار بود درباره هویسن هم یکم صحبت کنیم و هم درباره خط دفاعی. سوال من اینه که سوالم که اگه همه مصدوما برگردن به نظرت خط دفاعی که میچینه چیه؟ یعنی کدوم 4 تا بازیکن حالا یا 5 تا بازیکن رو به نظر تو میذاره تو خط دفاعی؟ این سوالمه. ولی قبلا درباره هویسن می‌خوایم صحبت کنیم. حالا نظر شخصی منه که خب مدافع جوونیه، مدافع خوبیه، به نظر آینده خوبی داره، بازی با پاش و بازی سازی قطعا بهتری داره از بقیه مدافعای سی بی آی که داره رئال مادرید. یه ذره ولی احساس می‌کنم تو تصمیماتش شاید یه جاهایی اشکال داره، یعنی تصمیمات بهتری میتونه بگیره که اونم قطعا به خاطر جوونیه
بازیکنه که بخاطر اولین فصل تو همچین تیم بزرگی بازی میکنه، قطعا فشار روش، استرس داره، اینا شاید تو تصمیماتش یه ذره مشکل دار باشه. لحاظ دوئلای هوایی که من چند تا دیدمش، بعضی بازی‌ها خیلی خوبه، بعضی بازی‌ها خوب نیست. حالا نمی‌دونم چجوریه، اصلا قد خیلی بلندی نداره، خوب میپره چیزی که من دیدم. و قدش که فکر کنم خیلی بلنده. خیلی بلنده، احساس می‌کنم من خیلی خیلی بلنده یالا اینش دقیق نمیدونم، ولی قدش بعضی هدار خوب نمیزنه. من از تلویزیون که میبینم قد خوبی داره. حالا این که بذار ببینم مثلا میتونم الان ببینم قدش 195 قدشه حاجی. و چقدر فیلم برداری ها بعد من از شما قدش کوتاهه. نه داداش تو با قیاس با خودت دیگه. شما چون خودت 2 متر قدته بقیه از ما کوچیک بلندتره. ولی اسم دوئلای هوایی الان که به نظرم بدتر شده، یعنی اسم با قد 195 بعضی موقع به نظرم ضعف داره دوئل هوایی، که اونم باز احتمالاً تجربه شه. یه ذره به خاطر به نظرم فیزیکش هم هست، یعنی بلند هست ولی مثلا شاید مثلا کار با دستش و مثلا تایمینگ پریدنش بلد بودن پریدنه، این تو پریدنت فقط قد نیست. آره شاید یه ذره آره دقیقاً. یا اگه میپری مهاجم با یه دست، حالا دستی که خطا بشه که خطا هیچی، یه دست ساده‌ای قرار نیست خطا باشه، نه تو تعادل تو دست بدی یا جلو بیفتی عقب بیفتی نتونی اون هدر رو بزنی. بالاخره قطعا به فیزیکش ربط داره و بلد بودن جامپینگش. ولی قطعا دقیقاً بازم گفتی مدافع آینده داری. حالا برقرار هم محسن دارم صحبت کنم، کلا اون 4 نفری که میذاره اگه مثلا برگردن چه جوریه. ببین اگه بخوام در 4 نفر بگم، اولا که واقعا هیچ چیزی قطعیت نداره، ولی به نسبت چیزی که من فکر میکنم که خب دوست داره که دفاع وسطاش با توپ خوب باشن، احتمالاً آسنسیو رودریگو میرن بیرون. میگم رودیگر رودیگر و آسنسیو احتمالاً میرن بیرون و دفاع وسطاش هویسن و ادر میشن اگر ادر برگرده. اگه آماده باشه، میگم همه اینا در شرایطی که همه آمادگی داشته باشن. سمت چپ هم به نظرم کاراس تا حد خیلی خوبی کارشو انجام داده، یعنی نشون داده خودشو. حالا سمت راست اگر کارواخال در دسترس باشه و هی مدام مصدوم نشه، ترنت هم باشه، من فکر میکنم که حالا یه ذره به اینم بستگی داره که اون جلو کیو میذاره. یعنی مثلا اگر اون جلو یه ذره بازیکناش هجومی تر باشن، رودریگو بذاره، آردا بذاره، احتمال اینکه مثلا بره سمت والورده گذاشتن اونجا احتمالش هست. بالاخره حضور والورده توی این تیم لازمه و اینکه شاید اگر والورده رو بذاری توی خط هافک کیفیت با توپ تیمت رو پایین بیاره توی خط هافک، چون مدل پرسکوریزی نداره. ببین خیلی خوبه ها والورده، خیلی بازیکن خوبیه، یعنی تو هر تیمی میتونی از والورده استفاده بکنی با هر مدل بازی. اصلا این مدل آچار فرانسه بودنش که مهاجم بازی میکنه، هافک بازی میکنه، دفاع بازی میکنه، اصلا اون شکی درش نیست. ولی خب وقتی میادش تو خط هافک یه ذره کیفیت با توپ تیم پایین میادش و شاید مثلا یا باید جلوتر بازی بکنه، توی رانهای پشت دفاع ازش استفاده بکنی، یا اینکه مثلا عقب‌تر بازی بکنه، کاری که مثلا به عنوان یه آربی هولدینگ مثلا میاد توی شرایط ساپورت قرار میگیره واسه یه وینگر سمت راست. اونم گزینه است دیگه. حالا این خیلی در مورد راست واقعا نمیتونم قطعیت بگم. توی یه سری بازی‌ها احتمالاً اونجوری می‌بینی، توی یه سری بازی‌ها احتمالاً بیشتر والورده ببینی، ولی واقعا مهم اینه که باشن اینا. مثلا تو نمیتونی اینجوری حساب بکنی. اگر قراره که مدام مصدوم بشن، مدام دور باشن، مدام کیفیتشون پایین بیادش، خب تو بازیکنی رو میذاری توی ترکیبت که در دسترس باشه، نه بازیکنی که مثلا فقط روی کاغذ کیفیت خوبی داره. خب داشتیم توضیح ندیم یه ذره برای هویسن قرار بود توضیح بدی. آره داشتم میگفتم که
در مورد هویسن داشتم میخواستم بگم یا داشتم میگفتم میخواستم بگم تو که در مورد قدش و کیفیت هواییش گفتی، خب بالاخره قد بلندی داره، میتونه تو نبردهای هوایی خوب باشه، ولی آره یه ذره توی یه سری زمانها اون جامپینگ یه ذره بیشتر تایمینگ نه جامپینگ، اون تایمینگ نامناسبش و یه ذره همین چون فرم بدنش قد بلندی داره یه ذره آدم احساس میکنه که ممکنه مدام بخوره زمین، یعنی توی اون نبردایی که بر ایجاد میشه یه ذره احساس میکنم تعادل نداره. حالا شاید بالاخره سنش هم هستش دیگه، 20-21 سالشه فکر میکنم، خیلی نوید بخشه، یعنی اصلا به نظرم توی دسته مدافعای خیلی با کیفیته که آینده خیلی خوبی هم داره. ولی خب هویسن رو طبیعتا تو آوردی که بیاد بهت کیفیت هجومی اضافه بکنه، یعنی دقیقا همون حرفی که ما پارت قبل در موردش صحبت کردیم که تو یه دفاع وسط میتونی بیاری که یه ذره از لحاظ دفاعی موزل تیمت بشه، یعنی ضعف دفاعی داشته باشه، که حالا نمیخوام بگم هویسن داره ولی میتونه ضعف دفاعی داشته باشه یه ذره، ولی اون کیفیت هجومی که بهت اضافه میکنه، کیفیت با توپی که اضافه میکنه توی بیلداپ، بگی آقا مثلا من همینو میخوام که همچین شکلی باشه. این در مورد هویسن هستش، ولی خب هویسن یه ذره ضعف دفاعی داره توی سرعت، مخصوصا ران پشت دفاع به خاطر قد بلندی که داره خوب جا میمونه، هم فیزیکش یه جوریه، هم از لحاظ سرعتش یه حالتیه که خوب جا میمونه. همون اول بازی هم چند تا توپ رو روی پاس رو به جلوهایی که میندازه اشتباه میکنه که خب طبیعیه، یعنی تو باید اشتباهاتو پایین بیاری، ولی وقتی میخوای که با توپ بازی بکنی طبیعتا اشتباه خواهی کرد و یعنی چیز چی میگن غیر قابل انکاری، اجتناب ناپذیر آفرین چه کلمه اجتناب ناپذیر آره دقیقاً اجتناب ناپذیره، چون تو داری سعی میکنی که تحت پرس پاس با کیفیت بدی، رو به جلو پاس بدی، بتونی مثلا ببری تیم رو توی انتقال مصنوعی، پس طبیعتا احتمال اشتباه کردن هم هستش، تا اینکه مثلا بخوای فقط توپ رو بزنی زیر توپ و توپ رو بلند بکنی و تاکتیک علی اصغری رو استفاده بکنی. آره دیگه در مورد واسه من اینو گفتم که یه ارجایی هم به ویدیوی قبل بدم که در مورد مدافعان نوین تر صحبت کردیم که اگه ندیدن بیننده‌های عزیز حتما برام ویدیو قبلی ببینن که اونجا در مورد دفاع و دروازه‌بان خیلی خوب توضیح دادیم و تایم بیشتری گذاشتیم، چون اون ویدیو از خط اول دروازه‌بان شروع کردیم رفتیم جلو، این ویدیو از جلو شروع کردیم اومدیم عقب و بیشتر در مهاجما حرف زدیم، اونجا بیشتر درباره مدافعان و دروازه‌بان حرف زدیم. خب حالا که یه دید کلی درباره رئال مادرید صحبت کردیم، مثلا درباره دروازه‌بانش هم کوچولو صحبت کنیم که یه جوری میشه ریویو توری هم رو رئال مادرید داشته بوده باشیم. خب دروازه‌بان اول رئال خیلی داشته بوده باشیم کلمه درست، جمله درستیه، یعنی هم داشته بوده باشه داشته باشیم میگم. آره من کلمه‌ام ضعیفه. آره ریویو کرده باشیم که در تو این نه من داشتم مثلا خودم سوال شد مثلا که واقعا چه جوریه، سوال شد مثلا درستش چیه؟ داشته باشیم کرده باشیم، یه ریویو کلی روی تیم رئال کرده باشیم، در مورد دروازه‌بان صحبت کنیم. خب رئال بفرمایید. بله مرسی. رئال خب وضعیتش تو دروازه‌بان خیلی مشخصه، بارسا یه دروازه‌بان یکی داره که اون کورتو دروازه‌بان اصلی تیمه و همونطوری که تو ویدیو حرفی نمیمونه دیگه، حرف نداریم دروازه‌بان هستی کورتو من رو به تور میذارم تا خوب شه بیا. نه ولی حالا جدی خیلی کوتاه صحبت کنیم اینه که میگم ویدیو قبلی خیلی کاملتر توضیح دادیم، حتما اونو بیننده‌ها ببینن، ولی خب در زون اصلی یه ذره تازگی‌ها بیشتر مصدوم میشه، مثلا چند تا بازی یه بازی میبینیم نیست، حالا یا میخواد بهش استراحت بده به بهونه مثلا مصدومیت بازیش نمیده یا واقعا مصدوم میشه، ولی خب در کل دروازه‌بان خیلی خوبیه، دایو خیلی خوبی داره، رفلکس نسبتا خیلی خوبی داره، ولی خب به قول ویدیو قبلی کیپر سویپر نیست و اون کارهایی که مثلا نویر اوجو ترشتگن اوجو خوان گارسیا اوجو کنن رو انجام نمیده.
تو سطح که کیفیتش خوبه، اینو واقعا بحثی نداریم، نمیخوام زیاد الکی صحبت اضافه کنیم. فقط با یه سوال این بحثم ببندم اینه که با توجه به این رئالی که ژاوی آلونسو داره میبنده یا داره، ضعف کورتوا تو کیپر سویپر بودن براش مشکل ساز میشه یا نه تو این فصل؟ قطعا بهش نمیتونیم یاد بدیم کیپر سویپر شه تو این سن کورتوا و هیچ موقع هم قطعا نمیشه. همین کلا به نظر اصلا فیزیکش بهش نمیخوره. آره قد خیلی بلند. ولی آخه نکته همینه که تو از کورتوا میتونی، یعنی وقتی کورتوا داشته باشی اصلا خیلی لزومی نداره که بخوای بگی که مثلا من میخوام که تو تبدیل به یه سویپر کیپر بشی. یعنی از اون مدل دروازه‌باناییه که تو میتونی بذاریش تو تیم و بگی بچه‌ها اینجوری بازی کنید، بازی بکنید که به دروازه‌بانم بخوره. حتی یعنی تو حتی مثلا یعنی من مثالشو واسه بارسا زدم پارت قبل، گفتم تو پدری داشته باشی دور پدری تیمتو میچینی، امباپه داشته باشی دور امباپه میتونی بچینی. کورتوا مدل دروازه‌بانیش کیفیتی که اضافه میکنه اینجوریه که اصلا نمیتونی حذفش بکنی. اون حرفی که من در مورد بارسا زدم در مورد شزنی و مثلا خوان گارسیا بود. یعنی تو شزنی داری که از دور اوج خودش هم کلی فاصله داره و اون چیزی هم نیستش که میخوای، یعنی کاملا دوره، همه جوره دوره. من گفتم تو اگه بارسایی نباید بری دنبال کورتوا، نباید بری دنبال دوناروما، ولی اگر تو تیمت بودن میتونی از کیفیت این استفاده بکنی، چون اون کاری که حداقل توش خوبن رو بهترین حالت انجام میدن. کاری که سیتی انجام داد. یعنی تو مثلا کی یادت میادش دروازه‌بان پپ بازی با توپ نداشته باشه؟ کجا؟ یعنی از سالها گذشته از سر ویکتور والدز باید بازی با توپ میداشت تا همینجور تو تیم‌های مختلف که بازی می‌کرده نویر رو. تو الان گفتی دوناروما که سوپر نیست. خب نیست دیگه، دارم میگم نیست، ولی انقدر کیفیت دیگه‌ای بهت اضافه میکنه. هم حالا سوپر کیپر بودنش تو سیتی خیلی مهم نیست، بازی با پاش بیشتر مهمه توی سیتی. که تو وقتی میخوای بیلاپت رو از جلو دروازه انجام بدی، دروازه‌بانت باید کیفیت با توپ داشته باشه. حالا یه کسی مثل پپ احساس کرد که میتونه از دوناروما استفاده بکنه و توی همون قالبش بمونه و این رو توی اون قالب یه ذره جا بده، خودش یه ذره تغییر بکنه. یکی مثل لوئیز انریکه احساس کرد که نمیتونه، یا حالا دلایل دیگه‌ای داشتش، اون اشعالیه رو آوردش که کیفیت با توپش واقعا خوبه، ولی شاید مثلا بگه آقا اون مدل رو خط دوناروما رو قطعا نداره. مهمه که تو چی میخوای. و دروازه‌بانایی مثل کورتوا و دوناروما که مثلا برند شدن، نویر دیگه، تو نمیتونی بگی آقا من خیلی سخت میتونی بگی آقا مثلا من نمیخوام، شما برو، کاری که لوئیز انریکه کرد. واسه همین من میخوام بگم که واسه ژاوی هم قرار نیست خیلی چیزی رو تغییر بده، چون تو وقتی کورتوا داشته باشی میتونی رو کیفیت کورتوا بقیه بازیکناتو حتی بچینی، یا بگی آقا اوکی تو ضعف با توپ داری، من 4 تا بازیکن دیگه کنارت میذارم که ضعف با توپ تو اونقدر بهش نیاد. همین میشه دفاع رو جلو نمیبره. این کار بارسا رو قاعدتا نمیکنه، رئال که مثلا دفاع رو بره جلو که نیاز باشه کیپر سوپر پشتش باشه، قطعا این کارو انجام نمیده. البته که تا یه حدی یه وقتایی داره انجام میده ها، یعنی یه وقتایی میبینم که داره خروج میکنه بیرون باکس، ولی قطعا سوپر کیپر نیست. عالی. خب من مصاحبه بعد بازی ژاوی آلونسو بخونم که از این بازی بگذریم. گفتن که سوتایی که علی وینیسیوس میذاره نظرت چیه؟ گفته که هوادارا حق دارن احساساتشون رو بیان کنن و با وینیسیوس درباره این مورد سوتا و اینا صحبت نکردم هنوز. بعد گفته سطح بازیتون چجوری بوده؟ گفته ما خود انتقادی داریم، این سطح واقعی ما نیست، میتونیم پیشرفت کنیم، با وجود بازیکنان مصدوم سطح امروز رو معیار قرار نمیدیم و در آینده سعی کنیم که بهتر باشیم. قطعا همینطوری که واقعا بهترین بازی رئال قطعا نبودش. من گفته در واقع امباپه ازش پرسیدن، گفته اون همیشه میخواد که تاثیرگذار باشه، اینو برای تیم، این خیلی برای تیم خوبه، و تبریک میگم و برای که تو سال 2026 درخشان باشه خیلی تشویقش میکنم که مثل امسال درخشان باشه. بعد گفتن نظر درباره این تیترایی که میزنن رئال برد آلونسو باخت چیه؟ گفتش که من اینجا نیستم که درباره تیترای شما نظر بدم، شما هر چی میخواین بزن، من اینجا کارمو انجام میدم. خب این درباره بازی رئال بود و یه دید کلی که به رئال چند هفته اخیر داشتیم. بریم سراغ بارسلونا.
بارسلونا یه بازی خیلی مهم داشت مقابل ویارال تو زمین ویارال، حدودا میشه گفت تیم دوم جدول، چون اگه یه بازی عقب موندهش رو ویارال میبرد از رئال جلوتر بود اگه اشتباه نکنم تو جدول. حالا میشه گفت بازی تیم اول دوم جدول بودش تو زمین ویارال و واسه بارسا خیلی مهم بود که قبل اینکه بره به تعطیلات کریسمس ببره، اختلاف 4 امتیازی رو حفظ کنه و فشار همچنان روی رئال باشه به خاطر این اختلاف. از اون برم پدری خب یه روز قبل بازی ذره احساس درد و مصدومیت داشتش که فلیک تصمیم گرفت کلا بهش بازی نده که این موقع شدت پیدا نکنه مصدومیتش. خب این باز هواداران نگران کرد توی بازی مهم مثل ویارال. از اون برم که یه روز قبل بازی توی تمرین شنبه کریستیانسن رباط صلیبی پاره کرد و فصل رو از دست دادش، حدودا بین 6 تا 9 ماه مصدومیت داره. حالا شاید کریستیانسن اون مدافع اصلی ها خیلی گزینه خاص فلیک نباشه، بالاخره بازیکنه دیگه، بالاخره آخرای بازی می آورد استفاده می‌کرد. بازی قبلی تو جام حذفی خیلی ازش تعریف کرد فلیک از کریستیانسن، یه جور چشش زد و رباطو داد و بعضی میگن کریرش احتمالاً توی بارسلونا احتمالاً تموم میشه و دیگه تمدید اینا نکنه و بازیکن آزاد شه. در کل بازی مهمی بودش که 2-0 بارسا میبره و اون اخراج بازیکن ویارال هم خیلی نقش مهمی داشتش که دیگه بازی راحت‌تر شه نیمه دوم برای بارسلونا. البته خیلی راحت‌تر نشد ولی خب در کل تونستن بازی رو ببرن. من مصاحبه قبل بازی رو بخونم که بریم وارد بازی شیم. گفته که فلیک گفته پدری تو ناحیه 4 سر رانش احساس ناراحتی داره و ریسک مسئولیتش بالاست، ممکنه که او را تا 2 ماه دست بدیم، به همین دلیل فردا بازی نمی‌کنه و ریسک نمی‌کنیم. اشاره به پدری داشتش که لواندوفسکی آماده بازیه و که گزینه‌های فرداست. کمی مونده بودن که لوا فیکس بازی میکنه یا نه که خب بازی نکرد. بعد نبود رافینیا در تیم منتخب فیفا یک شوخیه، آقای گل لیگ قهرمانان شد و غیبتش در لیست باور نکردنیه که اینم خیلی حالا ریلز و اینا داشت در بردن که خب همین هفته پیش بودش که لیست 11 نفر برتر توی مراسم دبست فیفا اومد که خب رافینیا توش نبود، حالا بارسا پدری و یامال بود و دیگه همه تعجب کرده بودن و فلیک هم به این واکنششون داد، گفتش که خیلی عجیبه که بهترین گلزن و حدودا میگه بهترین بازیکن لیگ قهرمانان توی لیست نیستش که واقعا برای همه هم تعجب داشت. حالا یه مرور سریع داشته باشیم روی این بازی. من سریع نظرم بگم این بوده که بازی خیلی پای شروع شد، بارسا پرس میکرد گل میخواست، ویارال هم تو زمین خودش بود پرسای خوبی میکرد، قاعدتا گل میخواست. بعد چیزایی که ما میدیدیم در اوایل بازی که خیلی به چشم میومد اشتباهات تکی بازیکنان بارسا بود، یعنی فردی، یعنی اون سیستم آفساید گیریشون خوب کار میکرد، سعی میکردن پرس در بیان، ولی اون پاسی که یه پاس خیلی راحتی هم بود درست نمیدادن. میگه آقا من مثلا بازیکن یه چرخیدم، بازیکن پشت سرم گذاشتم به عنوان مدافع، الان مثلا میتونم پاس جلو بدم ولی اونو بی کیفیت میدم، یا میخوام پاس به مدافع بغلیم بدم اونو بی کیفیت میدم. و جرارد مارتین یه توپ خیلی بد و لو داد که رفت موقعیت شد، باله یه بار این کارو کرد، فکر کنم کونده هم یه بار این موقعیت براش پیش اومد، حالا کونده گل به خودی زد، هر 4 تاشون تقریبا. آره واقعا با همشون، آره کوبارسی کونده که گل به خودی هم زد که آفساید شد. چیزی که دیده میشد این بود، ولی حالا رفته سعی کرد بارسا اینو کنترل کنه، حالا ویارال هم استفاده نکرد از این موقعیتاش. یه پنالتی گرفتن که دیگه واضحا هم پنالتی بود به کمک رافینیا که سمت راست اومده بود، پنالتی خود رافینیا گل کرد. بازی پای بود تا که اخراجی رو داد ویارال و مثلا اینکه واقعا مثلا اخراج داشت یا نه واقعا بحث هست. به نظر من میتونست اخراج نکنه، یعنی اگه اخراج نمیکرد خیلی شاید کسی اعتراض نمیکرد و اخراج شد و دیگه بودم میشه نیمه دوم بازی حدوداً دست بارسا بود، ضد حمله‌ای میزد ویارال، ضد حملاتش خیلی زهردار بود ولی خب نتونست گل بزنه و یه گل هم که یامال زد و بازی 2-0 شد. حالا ما حرفای شما رو میشنویم. از کجا بگم؟ چند تا نظر دادی که در موردش میشه صحبت کرد. به نظر من چون میخوایم سریعتر صحبت کنیم، چون واقعا نیمه دوم که بودن اخراجی داده بود شاید خیلی تاکتیک خاصی نداشت، تیم اون 10 نفرن کمتر پرس میکنن، تیم میره جلو که گل رو بزنه، ولی نیمه اول میگیم این ضعف دفاعی
به نظر چرا اینطوری بود؟ استرس یعنی داشتن بازیکن‌ها یا مثلا روز خوبشون نبودیم تو بازی‌های مهم مشکل ساز میشه چجوری، یا پرس خوبه ویارال بود که مثلا بارسا مثلا تعجب کردن از این پرس خوبه؟ ببین ویارال که داشت پرس خوبی میکرد، اینکه تو شکی نیستش، ولی چیزای دیگه هم به نظرم بودش. یعنی اینکه بالاخره اشتباه فردی همیشه هست، حالا یه وقتی زیاده مثل این بازی، یه وقتی کمتره، یه وقتی مثلا یکی اشتباه میکنه که دیگه پوشش میده. این بازی دقیقا همین بود دیگه، یعنی اشتباه میکردن مدافع و خوانگارسیا میگرفت. دقیقا همون کلمه قشنگی که توی رئال گفتی، چی گفتی؟ اجتناب ناپذیر. یه وقتا اجتناب ناپذیره، یعنی مثلا اشتباه کردن تمام بازیکن. یه مهاجم وقتی گل نمیزنه اشتباه کرده دیگه، مثلا دروازه خالی یا مثلا هم تک به تک گل نمیکنه، اشتباه مهاجمه، چون کارش باید الان گل بزنه. این اتفاق هم میفته، یه وقتا دفاع توپ لو میده. ولی توپایی که تو این بازی لو میدادن، نمیدونم، یه ذره احساس میکنم از لحاظ بی‌دقتی بود یا آمادگی ذهنی پایین‌تر، چون مثلا اون اشتباهی که بالده میکنه دیگه واقعا نباید اون اشتباه رو بکنه دیگه. به مثلا اشتباهی که کوبارسی و مارتین کردن، اشتباه روی کاری بود که مدام بارسا داشت انجام میداد، یه ذره توی پایین اومدن کیفیتشون اشتباه کردن. یعنی مثلا تو اومدی پاس رو به جلو رو بندازی، پاس رو ضعیف دادی، قطع شده وسط راه، ولی این که مثلا اونجا تو اون شرایط اون پاس رو به عقب رو میندازی، خب نمیشه چیز کرد دیگه، خیلی واقعا توجیهی نداره. یکی دو بار فکر کنم مارتین این اشتباه رو کرد، یکی دو بارم کوبارسی بود، ولی فرق مارتین با کوبارسی بودش که مارتین گزینه پاس بدی نبود، ولی شاید اون لحظه نباید اون پاسو میداد، یا مثلا یه ذره کند عمل کرد توی پاس دادن که تیم مدافع دستشو خوند، یعنی مهاجم دستشو آره. ولی از اون طرف کوبارسی چند تا پاس دادش که شاید اصلا گزینه پاس اشتباه رو انتخاب کرد. یعنی مثلا یه جایی مثلا فکر میکنم فرمین خالی بود، گزینه پاسش دیونگ بود، خب تو باید به فرمین پاس رو میدادی اصلا، یعنی زاویه پاس به فرمین باز بود ولی تو به دیونگ پاس دادی. خب این برمیگرده به اینکه خب یه ذره شاید آمادگی ذهنیت پایین‌تره، یه ذره دیدت ضعیف‌تر بوده، تمرکزت پایین‌تره. من سریع صحبت‌ها رو بکنم جمع کنیم که خیلی در مورد بارسا صحبت نکنیم، چون هم شارژ دوربینم کمه، هم خیلی طولانی نشه ویدیو. یه نکته که می‌خواستم بگم که خیلی به چشم اومدهش، ضعف بارسا توی زمانی که خودش داره کورنر میزنه. همه بازیکناش میرن جلو، اریک گارسیا، مارتین، کوبارسی، کونده، همه از خط دفاعی میرن جلو و یه باله عقب میمونه. و اگه یه اشتباه کوچیک توی اون زمانی که تو داری کورنر میزنی انجام بدی، بلا فاصله حریف میره تو انتقال و هیچ کس نیست. یعنی سر بازی با فکر میکنم کلوب بروخه کیه اسمش، همونجا به همین شکل گل خوردی. بازی با ویارال همینجا دقیقه 2 همینجوری موقعیت دادی، تو طول بازی هم داشتی همینجوری موقعیت میدادی با این قضیه، یعنی میرفتی جلو توپ لو میدادی و تو انتقال ضربه میخوردی وحشتناک. و این واقعا باید یه فکری واسش بکنه، این مقدار ریسکی که برمیداره واسه اینکه بازیکن‌ها رو میبره جلو، خب اوکی، ولی باید یه آمادگی هم داشته باشی که اگه کسی اشتباه کرد اتفاق بدی واسط نیفته یا کمتر اشتباه بکنن. البته که همون پنالتی هم که بارسا میگیره فکر میکنم روی فاز کورنر، یعنی واسه همین رافینیا اونجاست. البته که رافینیا کلا متمایل میشد به سمت یامالا، یعنی این قضیه اتفاق میافتاد مدام توی بازی، مخصوصا از وقتی که رشفورد اومد توی زمین که دیگه کاملا CAM شد که دیگه کاملا سمت یامال رفتش. یه جایی هم توی بازی بودش فکر کنم دقیقه 53-4 اینا بودش که یامال و رافینیا جاشون با هم عوض شد 1-2 دقیقه، یعنی اون چپ موندش اون یکی راست موندش. و خیلی سریع هم ویارال متوجه شد که نمیتونه خیلی از پرس بارسا در بیاد، خیلی پرسش با این 4 تا بازیکن جلو خوبه و 2 تا دبل پیوت عالی. یعنی این ترکیب پرس کردنه، یعنی تو رافینیا چپه، یامال راست، فران نوک، فرمین پشتشه، دبل پیوتت هم اریکه و دیون، 2 تا بازیکنی که هم جنگندن، هم شتاب بالایی توی دوندگیشون هستش، هم سختگیری دفاعیشون بالاه. یعنی واقعا حرف نداره این ترکیب واسه پرس کردن. می‌نازه خیلی زود ویارال متوجه شد که نمیتونه پرس در بیاد و شروع کرده بود بازی مستقیم و
توپای بلند هدفمند رو سمت چپ و راست بارسا میفرستادش. اگه دقت می‌کرد یه تجمعی یه جا اتفاق میافتادش که یه ذره اون توپا رو میتونستن یه کارش بکنن دیگه، وگرنه از پرس که تقریبا نمیتونستن در بیان، مگر اینکه از کانتر پرس در میومدن. یعنی بارسا توپو لو میداد و یهو یه فشار سنگینی می آورد روی توپ و از اون در میومدن که تو انتقال ضربه میزدن. اون مسائلی هم که گفتی کاملا درست بودش. وقتی هم که رشفورد اومد توی زمین، یامال که راست بودش، رشفورد چپ بود، دوتا وینگر واید بارسا بودن، رافینیا توی هاف اسپیس راست بود و دیونگ توی هاف اسپیس چپ. و وقتی هم که اون تایم اتفاق افتادش یه ذره بعدترش اریک اومد بیرون، برنال اومدش و دیونگ یه ذره بیشتر هم بازم داشت جلو میرفتش. حالا فکر کنم واسه این پارت نرسیم که یه ذره در مورد برنال بیشتر صحبت بکنیم. من دوست دارم که اگر بشه یه ذره در مورد برنال هم جلوتر صحبت بکنیم. بله حتما تو بازی‌های آینده بارسا و بازی که بیشتر برنال بازی کرد درباره اینم صحبت می‌کنیم. من حالا بازی آمار بخونم. بارسا تو 60 بازی تو سال 2025 که انجام داد 169 گل زد که این چهارمین سال پرگل بارسلوناست که اگه اشتباه نکنم رتبه یکی 180 گل میشه سال 2012 اگه اشتباه نکنم، یا 2012 یا 2014 که ولی همه اون 4 سالا مسی بودش. بله صحبتی داری؟ یه نکته من قبلش بگم، ببخشید میونه کلمت. به نظرم باید به خوان گارسیا بپردازیم. یه نکته می‌خواستم در مورد خوان گارسیا بگم، تفاوتش با شزنی اینه که خب شزنی که خیلی تفاوتش وحشتناکه، ولی یه نکته خیلی مهمی که خوان گارسیا داشتهش اینه که وقتی توپو بهش پاس میدن یه لحظه صبر میکنه و اون صبر کردنش و نگاه کردنش به زمین یه ذره پرس کردنش رو سخت میکنه. یعنی خیلی چیز نیست، همین حالت محافظه کارانه که سری توپو بزنه زیرش که کاملا نیستش. یه دونه استوب میکنه و قشنگ فضا رو نگاه میکنه و حتی شاید وای میسته که حریف هم جاگیریش رو بکنه که مثلا به یه سمتی بره، یه سمت خالیشه و به اون سمت پاس بده. و این چند تا صحنه بودش که داشت این اتفاق میفته که وقتی خوان گارسیا توپو میگرفتش و ویارال داشت پرس میکردش یه لحظه دو لحظه که درست نیستش، یه ثانیه 2 ثانیه مثلا توپو نگه میداشت و اون نگه داشتنش یه ذره میکشت کامل پرس چیزو، چون که خود خوان گارسیا اون بازیکنه که تو میتونی روی یه ذره پرس گریزی شاید خیلی واسه دروازه‌بان کلمه درستی نباشه، ولی رو بازی با پاش میتونی حساب بکنی. واسه همین تیمی که داره پرس میکنه خیلی راحت نمیتونه خوان گارسیا رو پرس بکنه. منظورم این بودش. حالا و سیواش هم که دیگه اصلا شکی توش نیستش. واقعا خوان گارسیا خیلی بازی خوبی از خودش نشون داد و نشون داد که واقعا خرید خوبیه تو سالهای اخیر بارسا، که خرید خوبه که کمک کرده به تیم. توی نبوده که آقا نیاز نیست به این دروازه‌بان. داشتم میگفتم امسال میلادی 169 تا گل زدن که 4 مرتبه بهتر از این امسال گل زدن که بالاترین 180 گل بوده اگه شما نکنم سال 2012 یا 2014 که 4 بار قبلی مسی بوده و اولین باره که میشه گفت با رفتن مسی به آمار خوبی گلزنی رسیدن. یعنی بعد مسی اولین بالاترین فصلشون بوده، بالاترین سالشون بوده 2025. و همچنین از آخرین باخت بارسا تو خونه ویارال 18 سال میگذره که تو این 18 سال 19 تا بازی کردن، 5 تا تساوی و 14 تا برد سهم بارسلونا بوده. بعد کنفرانس بعد بازی هم من بخونم براتون. گفتن که فکر می‌کنم مسئولیت کونده جدی باشه، که آره به خاطر مسئولیت هم کونده تعویض شدش که خود فیلیک هم گفت بعید نام جدی باشه. گفتن درباره جذب مدافع تو ژانویه ازش پرسیدن، گفته که مسئولیت کریستیانسن واقعا ناراحت کننده است که همونطور گفتم ربات داده. در این مورد با دکو حرف خواهم زد که دکو مدیر ورزشی بارسا گفته حرف خواهم زد. حالا من بعید میدونم توانایی خرید داشته باشه. من اینکه از اون قانون استفاده کنیم که ما یه مدافعمون مثل سوارز اگه یاد باشه که یه 6 ماه مصدوم شد، از این استفاده کنیم که مثلا ما یه مدافعمون ربات داده 9 ماه نیست، کمک کنید که اصلا ما بتونیم بازیکن بخریم. بعد در مورد دعوت شدن خوان گارسیا به تیم ملی اسپانیا ازش پرسیدن، گفته پاسخ به این سوال وظیفه من نیست، خوشحالم که گارسیا کلین شیت کردم و فرد دیگری بعد در این مورد تصمیم بگیره، که قطعا اشاره داره به سرمربی تیم ملی اسپانیا که واقعا الان واسه جام جهانی خیلی شلوغه. به نظر من دروازه‌بان بارم اشاره کردیم که اونای سیمون هست اگه تو اوج باشه، داوید رایا هست و خود خوان گارسیا هم واقعا خیلی نمیشه گفت ضعیف‌تر از اون دوتای دیگه است که بخوایم مثلا بهش فکر نکنیم. قطعا میشه به یکی از گزینه‌های دروازه‌بانی فکر کرد.
این از بارسلونا. بارسلونا اختلاف رو حفظ کرد. ویارال وقتی باخت خطرش واسه رئال هم کمتر شد از اینکه بیاد جایگاه دوم بگیره. نمیشه گفت لالیگا این فصل شده دوتایی. هنوز واقعا ویارال و اتلتیکو مادرید توانایی اینو دارن که بیان ایجاد کنن، ولی خب یه ذره اختلاف افتادیه و یه دوگانگی همیشگی بارسا رئال توی قهرمانی لالیگا موندش. خب اینم از این بازی در مورد صحبت کردیم. علی جون فکر کنم صحبتی هم شما نداشته باشی. حالا اگه صحبتی داری میخوای انجام بده، اگه نه که خیلی ممنون ازت که توضیحاتی که دادی. امیدوارم بینندگان عزیز خوشش اومده باشه، لذت برده باشن. همونطور که اول ویدیو گفتم اگه نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید، سوالی دارید حتما کامنت بذارید. ما حتما کامنت ها رو میخونیم، اونو که نیاز به توضیح باشه رو در ویدیوهای بعدی توضیح میدیم. و خب مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب اینا فراموش نشه و به ما انرژی میده که بازی مهم اروپایی رو هر هفته پوشش بدیم و به نگاه شما عزیزان برسونیم. خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشید.